سلام به همه فوتبالیان، خوش اومدین به گلوبال. چه خبر از فوتبال؟ امیدوارم هر جا که هستین سالم و پر انرژی باشین. بریم سراغ بازار نقل و انتقالاتی که دیگه از تب و تاب خودش افتاده و دیگه آخرین خبر هاست که داره بیرون میاد و دیگه بعید میدونم که تا آخر بازار چیز جدیدی رو بشه. اولین خبر مربوط میشه به ژائو کانسلو، مدافع آواره این روزای منچستر سیتی که آخرش با انتقال به عربستان راضی شده. حدوداً 2 فصل پیش بود که گاو ژائو کانسلو براش یه 3 گلو زایید. به خاطر 2 هفته نیمکت نشینی اومد با پپ گواردیولا سرشاخ شد و آخرش آواره بازار نقل و انتقالات اروپا شد. اون یه فصل توی بایرن و یه فصل هم داخل بارسلونا گذروند. آخرش هم که مال بعد بیخ ریش صاحبش. الانم که مدافع پرتغالی داره با تیم الهلال عربستان برای یه قرارداد دائمی توافق میکنه که بلکه جاه طلبی و پول عربا بتونه اونو از این شرایط قرضی به قرضی نجات بده. همین امروز فرداست که کانسلو به الهلال عربستان رسمی میشه. ثمره این انتقال هم اینه که دفاع فعلی الهلال یعنی عبدالحمید 26 ساله قراره به روم ایتالیا بره تا اینکه این بار شانسشو با دروسی امتحان کنه. کلا تیمای اروپایی سخت سراغ بازیکنای آسیایی میرن. باید ببینیم که آینده این بازیکن داخل روم ایتالیا چی میشه. بریم سراغ ادامه اخبار. بارسلونا آماده فروش کریستنسن. مدافع دانمارکی بارسلونا 2 فصل پیش بود که با قرارداد آزاد تا سال 2026 به بارسلونا اومد. موقعی هم که اومده بود میگفتن که رئال مادرید رفته رودیگر که مدافع اصلی اون دوران چلسی بود و گرفته. بارسلونا هم رفته کریستنسن که تعویضی اون رو گرفته. جدا از اینکه رودیگر مدافع خوبی نشون داد، کریستنسن هم خودش رو تونست توی این 2 فصل ثابت کنه. اون اوایل هم که هانسی فلیک اومده بود بهش اعتقاد داشت چون بازیکنی نداشت، ولی بعد اینکه برنال و کاسادو اومدن تو خط هافبک و قرار شد که با اینیگو مارتینز تمدید کنن، دیگه انگار بارسلونا تصمیم به فروش مدافع دانمارکی خودش گرفته. مقصد احتمالی کریستنسن هم نیوکاسله. با اینکه بازیکن خوبیه ولی فروش اون برای بارسلونا 100% سوده و تو این 2 سال شاید تنها معامله لاپورتا باشه که برای بارسلونا سود میاره. خبر بعدی هم در مورد بازگشت ستاره سابق رئال مادرید به اسپانیا است. وایکانو در آستانه جذب خامس رودریگز، ستاره کلمبیایی سابق رئال، فصل 2021 بود که از فوتبال اروپا خداحافظی کرد و چند وقت پیش توی رقابت‌های کوپا آمریکا تونست بدرخشه و الان علاقه وایکانو قراره اونو دوباره به اسپانیا بیاره. واقعا که دوران پرایم این رودریگز چیز دیگه‌ای بود. بازیکن فوق‌العاده‌ای بود ولی حیف که قدر خودشون ندونست و الان دوباره قراره که به اروپا برگرده. از اون طرف هم روبرتو کاپیتان فصل پیش بارسلونا داره به کوموی ایتالیا میره. روبرتو هم آخرای فصل پیش که ژاوی هنوز مربی بارسلونا بود قرار بود توی بارسلونا بمونه، اما وقتی هانسی فلیک اومد و دیدن که مربی آلمانی بهش اعتقادی نداره الان داره به کوموی ایتالیا میره. اینم از آخرین خبر نقل و انتقالاتی بازار اروپا که تقدیم حضورتون شد. بریم سراغ حواشی فوتبال. تونی کروس، صافبک سابق باشگاه رئال مادرید که چند وقت پیش تو رقابت‌های یورو از فوتبال ملی و فوتبال باشگاهی خداحافظی کرد، الان به خبر خداحافظی مانوئل نویر از فوتبال ملی اینطوری واکنش نشون داد. بله، می‌بینیم که کروس لقب بهترین تاریخ رو به نویر داده و در ادامه هم نوشته که از بازی در کنار تو لذت بردم. واقعا که چه نسلی از فوتبال داره تموم میشه. در ادامه هم خبر موسیقی جدید یوفا برای لیگ قهرمانان رو داریم. متأسفانه به خاطر قوانین یوتیوب نمیتونم بذارمش، ولی همینقدر بگم که واقعا بهتر شده. اینم از کیت سوم باشگاه میلان ایتالیا که رونمایی شد. در ادامه هم اسکوربوردهای متفاوت و اختصاصی فصل جدید لیگ برتر انگلستان رو با هم دیگه ببینیم. می‌بینیم که برای هر تیمی طرح مخصوص خودش رو درست کردن و نشون میده که لیگ برتره، چون جزئیات مهم است. و در آخرم یه خبر دارم که همتون میدونین. سلطان فوتبال سلطان حاشیه شد. همینقدر بگم که رونالدو اومده همزمان با خود من یه چنل یوتیوب زده و الان لوح طلاییشو گرفت. بقیه‌اش هم که همونجوری که خبرها شمت رو پر کرده هر روز داره رکوردهای یوتیوبو جابجا میکنه. من خودم چند تا از ویدیوهاشو با زیرنویس انگلیسی دیدم و واقعا ویدیوهای جالبی میسازه. این CR7 که آخرش اونم یوتیوبر شد. در مورد بازی‌های امروز هم 2 تا بازی مقدماتی لیگ کنفرانس رو داریم. یکیش کلا مهم نیست، یکی هم مهم نیست، ولی خب بازی چلسی دیگه. ببینید چلسی به چه روزایی افتاده. واقعا ساعت 22:30 به وقت تهران و 23:30 به وقت کابل این بازی جذاب رو میتونید تماشا کنید. 2 تا بازی هم از مقدماتی لیگ اروپا داریم که اونا رو هم ندیدین. اصلا نمیگم. ممنون از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. مواظب خودتون باشین و خدا نگهدار.